سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره که با هم 4 مرحله طلایی درس خوندن رو بگیم و شما ازش استفاده کنید و بهترین نتیجه رو ازش ببرید. قبل از اینکه شروع کنیم ممنون میشم حتما چنلمون رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت خوشگل بذارید. خب، مرحله اول تنفس عمیق و آماده کردن مغز هست که میتونیم از این روش استفاده کنیم. و به همین صورت حداقل 5 دقیقه دم و بازدم را انجام بدهید. و مرحله دوم 10 دقیقه طلایی. شما در این مرحله باید 10 دقیقه را طوری درس بخوانید که انگار به جز درس خواندن هیچ کاری ندارید. وقتی این کار را انجام میدهید مغز شما به صورت خودکار درگیر درس می شود و مجبور می شود ادامه بدهد. و مرحله سوم مرور و مغز فعال، یعنی وقتی درس خواندن تمام شد کتاب را ببندید و اون نکات اصلی را تو دفتر بنویس و دوباره اون نکات را در مغزت حک کن. و وقتی خودت فهمیدی که درس رو کامل بلد شدی، حالا کتاب را ببند. و آخرین مرحله پاداش، یعنی بعد از تمام کردن مرحله سوم به خودت جایزه بدی. اینطوری مغزت میخواد دوباره ادامه بده. و پاداش میتونه گوش دادن آهنگ آرام و سبک، خوردن میوه یا همان مرحله اول دم و بازدم باشد. حالا که این 4 مرحله طلایی رو بلدی، میتونی برای هر روزت استفاده کنی و درس رو کامل متوجه بشی و هر روز 20 بگیری. البته به شرطی که این 4 مرحله رو درست انجام بدی. و امیدوارم که همیشه در درس‌هایت موفق باشی، حتی بدون این مرحله ها. و اینکه ممنون میشم از من حمایت کنید تا یک ویدیو جدید. خدا نگهدار.